به نام خدا هموطنان عزیز و نهایت گرامی، در این ویدیو میخوایم که لیبل خوانی سولارا را به شما عزیزان آموزش بدم. لیبل خوانی سولارا در قسمت سولار سیستم یک اصل است، خیلی مهم است. برای محاسبه و دیزاین سولار خیلی ضروری است که هر تکنسین برق، خصوصا کسایی که به اصطلاح تکنسین سولار است، در بخش سولار فعالیت داره کار میکنه، بیخی ضرور هست که لیبل خوانی سولارا را بفهمه. اگر لیبل خوانی سولارا را درست نفهمه، قطعا نمیتونه که یک محاسبه و برآورد درست و استاندارد انجام بده. به همین خاطر خواستم که یک ویدیو در قسمت لیبل خوانی سولارا به شما عزیزان پیشکش بکنم. این لیبلی را که ما در اینجا آوردیم از یک سولار 580 وات پامیر است. یعنی این سولارا که است از کمپانی پامیر است. خب ما از 0 تا 100 انشالله خدمت شما به خوانش میگیرم. شما هم دوستای عزیز بسیار دقت داشته باشین. تمام اینمی مؤلفه هایی که دینم اینجا آمده، تمام اینمی ها خیلی مهم و ضروری است. هر کدامش به اصطلاح اما کاربردی به خصوص خود داره، خصوصا در قسمت محاسبه و دیزاین. خب در اول نوشته است که پامیر سن پاور پرودکشن کمپانی که معرفی کرده، ماژول تایپ در بالا پی ام 580 اینا مدلش است. خب از خط پایین میخوانم برایتان. مکسیمم پاور پی مکس 580 وات. مکسیمم پاور یعنی توان سولار. سولار که وقتی ما شما میخریم به اساس مکسیمم پاور میخریم، یعنی به اساس توان میخریم. میگیم به اصطلاح چند وات است، چون که سولارا توانای مختلف داره. مثلا خیلی سولارای خرد هم است که در حد 5 وات و 10 وات است. بالا شده میره 50 وات، 100 وات، 150 وات، 200 وات، 250 وات، 270 وات، 300 وات تا 700 واتش هم فعلا در بازار هست. خوبی شد از توان سولار که البته این توان اسمی است. یعنی ممکنه توان واقعیش 580 وات نباشه. در حال حاضر توان اسمیش 580 وات است. خب در گزینه دوم میریم، نوشته است پاور سلکشن. در بعض سولارا پاور سلکشن است و در بعض سولارا به نام تولرانس است. خب پاور سلکشن اینجا است 0، بعد در پالوش یک علامت موجدار است که علامت سینوسی است و بعد است مثبت 5 وات. این به این معنی است که فعلا از سولار ما از 580 وات. وقتی که این تنها مثبت 5 وات است، به این معنی که ممکن است اینمی سولار 585 وات هم به اصطلاح توانش شوه، به خاطر که پاور سلکشنش 5 وات مثبت 5 وات است. بعض سولار است مثبت منفی 5 وات است که یعنی ممکن است توان اسمی این سولار 5 وات بالا شوه و یا هم 5 وات پایین شوه. یکی است به اصطلاح پایین نمیشه، یعنی پایینش 0 است، فقط مثبت 5 وات است که یعنی 5 وات دیگه هم توان از این سولار بالا میره که 585 وات شوه.
دیگر در قسمت خریداری سولر یکی از گزینه های خیلی مهم پاور سلکشن و یا تولرانسش است که نهایت کوشش خود بکنید که مثبت باشه، منفی نداشته باشه. خب گزینه بعدی میریم، نوشته است ماکسیمم پاور ولتیج، یعنی ولتاژ ماکسیمم پاور. ولتاژ ماکسیمم پاور ولتاژ را میگه که زمانی که سولر تحت بار قرار میگیره دینامی زمان باید 42.87 ولت ولتاژش باشه. مثلا یک سولر 580 وات داری، لایناش در چارج کنترلر یا در باتری وصل میکنی، بار سرش میندازی، بعد همراه میگه تست میکنی که اینمی 42.87 ولت باید بیته. اگر اینمی را به اصطلاح کم اگر تفاوت داشت گپ نیست، اگر زیاد تفاوت داشت بفهمین که سولر ضعیف شده و سولر کارآمد نیست. زمانی هم که کسی شما رو من حیث تکنسین میبره که برای ما سولرهای درست خریداری بکو، سولرهای سالم، شما اینمی قسم تست انجام میتین، نظر بانمو تایید میکنید که آیا سولر درست است و یا نیست. در گزینه بعدی میریم، نوشته است ماکسیمم پاور کرین، یعنی جریان اعظمی سولر، بالاترین جریانش خب چند است؟ 13.53 امپیر. خب در قسمت تست جریان خیلی مهم است، خصوصا در انتخاب فیوز. خب 13.53 امپیر. امپیر زمانی به اصطلاح تست میشه و تعیین میشه، دیده میشه که حتما باید در بار وصل باشه، یعنی مصرف ازش جریان داشته باشه، یعنی در مصرف کننده ها وصل باشه. به خاطر که تا زمانی که تحت بار نباشه دیگه جریان وجود نداره، یعنی جریان صفر است. باید در جریان یعنی در مصرف کننده ها وصل باشه، یعنی تحت بار باشه. در این زمان شما جریان تست میکنید که اینمی 13.53 امپیر را باید بده. اگر اینمی جریان نداد تفاوتی چند میلی امپیر زیاد مهم نیست. اگر زیاد تفاوت داشت شما بفهمید که سولر به اصطلاح آسیب دیده، سالم نیست، ضعیف است و در قسمت خریداریش به اصطلاح تایید نکنید و تاکید نکنید. خب در گزینه بعدی میریم. گزینه بعدی است اوپن سرکیت ولتاژ. اوپن سرکیت ولتاژ یکی از گزینه های خیلی مهم در قسمت برآورد سولر و محاسبه سولر است. خب زمانی که مثلا سولر میخرین از دکان، سولر میگیرین در پیش دکان، مثلا در جا سولر میگر میکنین، ولتاژ اوپن سرکیتش میبینید. اوپن سرکیت به این معنی که ولتاژ دیگه تحت بار نباشه، یعنی باز باشه. مثبت و منفیش میگر میکنین، دینامی صورت باید 51.43 ولت برای شما بدون بار، چون که محاسبه از روی اینمی اوپن سرکیت انجام میشه، یعنی تعداد اوپن سرکیت های یک مدار مسلسل یا سری با هم جمع میشه، مطابقت داده میشه با ولتاژ اوپن سرکیت اینورتر، که در این صورت ولتاژ اوپن سرکیت مجموع ولتاژ اوپن سرکیت سولرها از ولتاژ اوپن سرکیت اینورتر کرده زیاد نشه. یعنی در این قسمت اوپن سرکیت محاسبه از روی ازمی میشه که این بسیار مهم است. باید دقت خیلی زیاد شود در این قسمت. خب
وقتی که مثبت و منفی شما میگه که 51.43 ولت برای شما داد که خوب، اگر نداد بفهمین که سولر به اصطلاح معیوب است، آسیب دیده، ضعیف شده و زیاد کارآمد نیست. خب حالا میریم در گزینه بعدی که در اینجا شارت سرکیت کردیم، یعنی جریان شارت سرکیت. یکی از گزینه های خیلی مهم جریان شارت سرکیت است که سالم بودن سولر را نشان میده و در قسمت انتخاب فیوز خیلی کارایی داره. یعنی یک قسم براتون بگم که اصلا فیوز از روی جریان شارت سرکیت سولر انتخاب میشه. خب جریان شارت سرکیت 14.30 امپیر است. خب زمانی که سولر خریدیم از دکان، سولر میکشین در پیش دکان، مثبت و منفیش در جا به یکی دیگه شارتی میتین، اتصال کوتاه میکنین، بعد توسط امپیر متر میگر میکنین. در این صورت باید این 14.30 امپیر پره کنه. اگر نکرد بدانید و بفهمید که سولر معیوب است، آسیب دیده و کارایی آنچنانی نداره که این برای تست خیلی مهم است. یعنی زمانی که سولر را تست میکنید، دو گزینه که در قدم نخست در ذهن آدم تداعی میشه، اینمی اوپن سرکیت و شارت سرکیت سولر ها هست. میریم سراغ گزینه بعدی که نوشته هست مکسیمم سیستم ولتیج 1500 ولت. یکی از گزینه های دیگه که خیلی خیلی مهم است که از روی این گزینه تعیین میشه که چند عدد سولر ما شما میتونیم به صورت سیری به یکی دیگه وصل کنیم. یعنی توانایی چند عدد سولر به صورت سیری داره. اینمی گزینه مکسیمم سیستم ولتیج است. از زمانی که ما شما میبینیم مکسیمم سیستم ولتیج که 1500 ولت است، یک ارقام بزرگ است، یک ارقام بالا هست که نظر به اونمو ما شما میفهمیم که یعنی اینمی سولر توانایی از این داره که در سیستم های کلان، در نیروگاه ها، در سیستم هایی که اصلاح کیلووات بالا داره، در حد مگاوات حتی است، ما میتونیم که این از این سولر را استفاده کنیم. یعنی 1500 ولت اینمی لینایی که برای از این سولر را استفاده شده، کنکترها یا MC4 هایی که برای استفاده شده، تحمل 1500 ولت داره. این 1500 ولت تقسیم ولتاژ اوپن سرکیت یعنی 51.43 میکنیم که تقریبا 29.1 میشه. به این معنا که از این سولر توانایی 29 سولر به صورت مسلسل را دارد. خب میریم سراغ گزینه بعدی که اپلیکیشن کلاس است. خب اینجا نوشته است کلاس A. البته در ویدیوهای قبلی براتون گفته بودم که سولر 3 کلاس داره: کلاس A، کلاس B و کلاس C است. کلاس A یا کاتگوری A بالاترین کیفیت داره، بعد کلاس B و به ترتیب همه قسم کلاس C. پس این کلاس A است، یعنی بالاترین کیفیت داره. خب میریم سراغ گزینه بعدیش که نوشته است سیریز فیوز، یعنی فیوزی را که ما برای انتخاب میکنیم و استفاده میکنیم گفته 30 امپیر باشه. یعنی اگر شما لیبل خانی سولر بسیار به صورت درست و دقیقش بفهمین، و این معنی است که نگرانی از این هم نداریم که بگین والا برای ازی
فیوز چند امپیر انتخاب کنم، چون خودش گفته که فیوز 30 امپیر، یعنی 30 امپیر فیوز برای از سولر کاملا مناسب است. خب در پایین نوشته است که all technical data، یعنی تمام معلومات های عملی at STC، فقط تمام اینمی معلومات هایی که در این لیبل است به اساس STC هست. STC مخفف استاندارد تست کاندیشن، یعنی شرایط تست استاندارد. اولین گزینه که است AM مساوی به 1.5 است. AM مخفف چی است؟ AM مخفف آیر مکس است، یعنی امو زاویه تابش آفتاب در زمان تست سولر. خب 1.5 یک آیر مکس که است 90 درجه هست. 1.5 48 بین 45 و 48 درجه 1.5 میشه. خب آیر مکس زمانی که تست استاندارد انجام داده، سولر آیر مکسش یا امو زاویه تابش آفتاب تقریبا 45 یا تا 48 درجه را بوده. بین اینمی تقریبا دیگه در 48 درجه نزدیک است، در زاویه 48 درجه تست شده. خب بعدش است که TC مساوی به 25 سانتیگراد. TC تست و C هم کاندیشن، یعنی شرایط تست. در کدام درجه است؟ 25 درجه سانتیگراد. زمانی که اینمی سولر به اصطلاح تست استاندارد بالای از انجام شده، درجه گرما 25 درجه سانتیگراد بوده. خب بعد از اون این مساوی به 1000 وات بر متر مربع، یعنی این مخفف انرژی است که 1000 وات یعنی 1 کیلووات بر متر مربع توان اینمی سولر است در شرایط تست استاندارد. خب ممکنه مثلا شما تست بکنین 580 وات برایتان نته، یعنی یک مقدار ممکنه کمتر نشان بده. خب زیاد مهم نیست، به خاطر که تست استاندارد که اونا انجام داده زاویهش با زاویه که شما تعیین کردید ممکنه متفاوت باشه و در اون زمانی که شما تست میکنید درجه حرارت متفاوت باشه یا فرق کنه با درجه حرارتی که سولر در شرایط استاندارد تست شدن. به این خاطر یک مقدار بالا و پایین نشان میده، زیاد مهم نیست. امی که نزدیک باشه، تقرب داشته باشه به مو توان عمومی کاملا درست است. خب دوستای عزیز، این بود از لیبل خانی سولر که بسیار مهم بود. امیدوار هستم که برایتان مفید واقع شده باشه، از یک چیزی آموخته باشین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.